خیلی خیلی خوش اومدین به یه فکت از انیمه دیمن اسلیر. بچه‌ها همونطور که هممون میدونیم این اسکه زیاد به گذشته اشاره نشده، ولی تا جای اشاره شده که همه میدونیم مادر این اسکه میشه ایشون. بچه ها خیلی ها هستن که میان شایعه میکنن پدر اینوسکه میشه شیطان رده دوم، یعنی همون دومای خود. این کامل نشه، چون اگه پدر اینوسکه بشه دوما، الان اینوسکه باید بتونه تبدیل به شیطان بشه و کلا شیطان باشه. همچین چیزی نیست. حالا شاید بپرسید این دو نفر کجا هم میگردن. ببینید دوما یه جایی داشت به اسم بهشت و اونجا دخترا میرفتن، دوما اونا رو میخورد. وقتی مادر اینوسکه این چیزی رو فهمید فرار کرد و دوما رفت مادر اینوسکه رو خورد. ولی قبل از اینکه بره بخورتش، مادر اینوسکه رو توی دره پرت کرد و دوما هم گفت میمیره این اینوسکه دیگه. اگه از دنیای انیمه خوشت میاد و دوست داری از این ویدیوها ببینی، لطفا کانال منو ساب کن، لایک کن، زنگوله بزن که هر وقت دوشون با خرسی و فعلا بدرود.